اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترامات خدمت شما دانش آموزان عزیز و گرامی، انشالله تمامیتان جور و صحتمند باشین و به درس امروزتان هم انشالله با آمادگی کامل آمده باشین. اما تو درست است؟ بله. بسیار عالی. چطور هستین؟ با کارخانگاهتان انجام میتین نمیتین؟ بله. بسیار عالی، بسیار عالی. آفرین، میفهم شاگردان لایق هستین و شما مطمئن هستم که کارخانگاهتان انجام میتین. خیر است که من اومده دیده نمیتونم، ولی شما حتما باید کارخانگیتان انجام بدین. میریم درس امروز خود را معرفی میکنیم. درس امروز ما تعلیم و تربیه اسلامی صنف دهم است که امروز درس 21 و دومین بخشش باقی مانده بود که مطالعه میکنیم. عنوان درس امروز ما از صبر بر طاعت. اگر به یادتان مانده باشه در درس گذشته گونه‌های صبر مطالعه کرده بودیم و اولین نوع صبر بر طاعت بود که امروز مورد مطالعه قرار میدیم. این موضوع در صفحه 70 تا 72 کتابتان را شامل میشه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب از یک بار درس گذشته را یادآوری بکنیم. باز بخیر درس امروز را آغاز میکنیم. شما دیگه آماده باشین بخیر. درس گذشته صبر بر تکالیف بود و ما مفهوم صبر مورد مطالعه قرار دادیم. گفتیم صبر چی هست و ایره گفتیم که انسان ها در زندگی خود مشکلات های مختلف را میبینه و تمامی این سختی ها تمامیش امتحان الهی است و در این صورت انسان ها باید و مسلمانان باید صبر پیشه بکنه تا یک از امتحان الهی موفق شوند. و گفتیم که خود اهمیت صبر هم بر احادیث استوار است و هم بر آیات قرآن کریم که خداوند متعال آیات مختلف را در باب اهمیت صبر آورده و همچنانی که خداوند جل جلاله و پیامبرش انسان ها و مسلمان ها را به صبر امر نموده که ما باید اطاعت بکنیم. و در مورد انواع صبر صحبت کرده بودیم. گفتیم به 3 نوع است که امروز از صبر بر طاعت خداوند جل جلاله بحث میکنیم که هدف درس ما آشنایی با انواع صبر است امروز. خب شاگردان عزیز، درس آغاز میکنیم. صبر بر طاعت. بین در این صحبت بکنیم که بالاخره شما ایره میدانین که طاعت از اوامر و بالاخره از امورات است که از جانب خداوند جل جلاله برای تمامی مسلمانان آمده است و اطاعت کردن از خداوند جل جلاله گاه وقتا بر نفس انسان ها و برای ما مسلمانان سنگینی میکنه. مثلا از طرف صبح وقت برخواستن به خاطر ادای نماز صبح سر بعضی ها شاید سنگینی بکنه که در اینجا باز مفهوم صبر بر طاعت موضوعیت پیدا میکنه و باید مورد اهمیت قرار داده شود. و ما در برابر اینمی احساس سنگینی که بالاخره دست میده، مثلا شما شاید متوجه بوده باشین که وقتی که در تابستان در گرمای تابستان ما روزدار هستیم چقدر بالاخره صبر و طاقت ما را آزار میده. بالاخره که در این صورت اینجا اگر ما صبر پیشه بکنیم در حقیقت صبر بر طاعت اینمی را میگه و در مقابل این سنگینی های طاعت باید مقابله بکنیم دیگه و تا که بتانیم بالاخره بزرگترین دشمن انسان ها که خواهشات نفسانی است و شما میدانین که چیزی که انسان ها را از طاعت خداوند خسته میسازه و برای ما نماز خواندن را مشکل جلوه میده، روزه گرفتن را مشکل جلوه میده، تمامی اینا وسوسه های شیطان و خواهشات نفسانی است و در مقابل این دو دشمن انسان ما باید مقابله بکنیم و بهترین وسیله برای مقابله در مقابل این دشمنان صبر پیشه کردن است. مثل که خداوند جل جلاله در سوره یوسف آیت 53 میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم ان النفس لاماره بالسوء، یعنی به تحقیق نفس به بدی امر میکند. نفس ما یعنی خواهشات نفسانی ما همیشه انسان ها را به طرف کارهای بد سوق میده و امر میکنه. همچنان خداوند جل جلاله در سوره صاد آیت 26 همچنان میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله.
در ترجمهش گفته شده که زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا دور می کند. و به عین شکل خداوند متعال در سوره فاطر آیت 6 چنین فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. در ترجمهش گفته شده که در حقیقت شیطان دشمن شماست، شما نیز او را دشمن گیرید. و باید متوجه باشیم که شیطان دشمن قسم خورده و دیرینه انسان ها است، چرا که خودتان میدانین که علتی که شیطان رانده شد سجده نکردن به حضرت آدم بود و از امو زمان دشمنی شیطان با بنی آدم آغاز میشه. و در اینجا اعمالی که گمراه کننده است، مثل که بعضی اعمالی که بالاخره در آیات هم ذکر شد و خواهشات نفسانی، بالاخره تمامی این موارد همه گناهان را بر ما زیبا جلوه میده و باعث میشه که انسانها را از اطاعت الله بالاخره دور بسازه، انسانها را از اطاعت الله باز بداره. و برای مسلمانان لازم است که خود را به خاطر مبارزه با این سختی ها و با این دشمنان آماده بسازند و بالای هوای نفس خود غالب شوند و نفس خود را همیشه وادار به این سازند که از الله متعال اطاعت بکنه و همیشه باید به اوامر خداوند متعال گردن بنهانه و همچنانی که خواهشات خود را تابع شریعت اسلامی بسازند و در مقابل سختی هایی که در زندگی ما با سختی ها روبرو میشیم باید صبر پیشه بکنیم. و اگر یک کسی بتانه نفس خود را تابع احکام الهی بسازه و از گناهان خودداری بکنه، در حقیقت اینجا نشان میده که بالای دشمن خود چی شده؟ غالب شده. بین در مقابل این موضوع صحبت بکنیم که اگر بر کدام مصیبتی بر ما بیایه چگونه صبر پیشه بکنیم. صبر در مقابل مصیبت ها را مورد بحث و مطالعه قرار میدیم و شما میدونید که صبر بر مصیبت یعنی ای که گردن نهادن در مقابل فیصله الله جل جلاله و عدم شکوه و شکایت در برابر مصیبت ها می باشد. و شما میدونید که مصیبت هایی که برای مردم میرسد انواع مختلفی داره. این مصیبت ها که بعضی از این مصیبت ها را مطالعه میکنیم، به طور مثال صبر در برابر مرگ اقارب و نزدیکان. و مطمئن هستم که مرگ برای تمامی انسان ها بالاخره یک روز آمدنی است و در اینجا بالاخره یکی از سخت‌ترین مصیبت هایی است که برای انسان ها میتونه پیش بیاید. مثلا مرگ اهل خانه ما، مرگ اولاد، مرگ پدر، مرگ مادر و مرگ دوستان و اقارب، تمامی اینا است که بالاخره در مرگ ای عزیزان باید ما صابر باشیم و صبر پیشه بکنیم و شکوه و شکایت نکنیم، چرا که شکوه کردن، ناله کردن، کفر گفتن نمیتونه ای عزیزان ما رو دوباره پس بر ما برگردانه. پس به خاطر شکوه کردن معنا نداره. چیزی که مهم است صبر است، به خاطر که در اینمی وقت است که قوت ارتباط ما با خداوند جل جلاله در اینمی وقت است که ظاهر میشه و ما متوجه میشیم که چقدر خداوند ما را دوست داره و در مقابل مصیبت ها میتونه ما را همکاری و کمک بکنه. و یکی از صبرهای دیگری که باید انسان ها داشته باشه همین است در مقابل آزار و اذیت مردم. ممکن است شما میدونید که با انسان ها با اذیت و آزار یک تعداد کسان مواجه شوند. مثلا یک همسایه نااهل داریم، یک کسی از یک همسنفیتان از بالاخره آزارتان میده، یا بالاخره انواع و اقسام اذیت هایی که قرار است انسان ها بالاخره مورد آزار و اذیت قرار بگیره. اما این آزار و اذیت به حساب نباید از حدود و شرع اخلاق تجاوز بکنه، که در این صورت بالاخره ما میدونیم که این آزار و اذیت اگر ببینیم تا جای از موازین دین اسلام بیرون بود باید در مقابلش مبارزه صورت بگیره. و اما اگر ببینیم که مثلا میزان آزار و اذیت کمتر است، انسان ها باید بالاخره صبر پیشه بکنه و در مقابل این آزار و اذیت به قصد انتقام حرکت نکنه. در این قسم شاعران عزیز سوء تفاهم صورت نگیره، اعتراض نگویند که والا در این قسمت ما اگر صبر بکنیم یعنی ظلم بالای خود قبول بکنیم. و گفتیم که
صبر کردن در مقابل آزار و اذیت مردم به این معنا نیست که ما ظلم مردم بالای خود قبول بکنیم و در برابر کجروی ها و ظلمی که بالای ما میشه صبر پیشه بکنیم. اینجا صبر این معنا را نداره شاگردان عزیز. یعنی در این صورت صبر کردن به این معناست که ما خدا نخواسته از اون دایره حلیم بودن و بردبار بودن بیرون نشیم. خدا نخواسته نشه که خشمگین شیم و کار رو بکنیم که ضرری خیلی زیاد داشته باشه. و صبر در برابر مریضی ها که این هم خیلی موضوع مهم است و مریضی هم خودش یک نوع مصیبت است که هر انسانی میتونه دوچار او شود و صبر در برابر تکلیف ها و همین سختی های مریضی باعث محو یا از بین بردن گناهان میشه. چگونه؟ مثلا پیامبر اسلام به عیادت ام العلا میره و برای ام العلا میفرماید که حدیث رو با هم میخونیم و شما هم متوجه باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. ابشری یا ام العلا فإن مرض مسلم یذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضه. در ترجمهش بر ما گفته میشه که مژده بر تو ای مادر علا، چون به عیادتش رفته بود و برش میگه که هنگامی که مسلمان مریض میشه الله جل جلاله وی را از گناهان پاک میسازه، مانندی که آتش بالاخره زنگ را از طلا و نقره پاک میکند. و اگر کسی مریض میشه شکوه و شکایت نکند، چرا که صبر پیشه کردن در این هنگام بالاخره گناهان ما و شما را محو میکنه. و صبر در برابر گناهان، میدانین که ترس و حیا از ذات پاک الله تعالی و همچنان خودداری کردن از گناهان و اینکه خود را از گناهان دور بسازیم و از انواع اعمال ناروا و حرام خود را حفاظت بکنیم، اینمی موارد را به نام صبر در مقابل گناهان میگه. و شما میدانین که شیطان گناه ها را برای ما زینت میده، شیرین جلوه میده، اما اینجاست که باید صبر بکنیم و مرتکب او گناه نشویم. و صبر در برابر گناهان یک امر ضروری است، به خاطر که دوری کردن از گناهان برای تمامی مسلمانان فرض است. رحمت الله جان دست خود بلند کرده، فکر کنم سوال دارن. میشنیم رحمت الله جان. استاد، صبر در برابر گناهان چی تاثیر دارد؟ بسیار عالی. در مورد تأثیری صبر بر گناهان پرسان کردن. این نوع صبر ایمان ما را قوی میسازه شاگردان عزیز. و اما اگر ما گناه انجام بدیم، نافرمانی خداوند را بکنیم، ایمان ما ضعیف میشه. به همین خاطر است که این مهمترین تأثیر صبر در مقابل گناهان است و مسلمانان باید در برابر حرام و گناهان همیشه باید مقاومت داشته باشه و به خواست نفس خود، هوای نفس خود و شیطان تسلیم نشود و همیشه باید همین مقاومت را در برابر گناهان داشته باشه، چرا که مقاومت کردن در برابر گناهان خودش صبر است. در خلاصه درس دانش آموزان عزیز براتون ایره میگیم که گفتیم برای انسان ها مبارزه کردن در برابر سختی های زندگی در مقابل وسوسه های هوای نفس، اینا میتونه ما و شما را زمانی که در مقابل موارد صبر بکنیم ما را غالب بسازه بالای امی هوای نفس و وسوسه های شیطان. و کسی که از اوامر خداوند اطاعت بکنه و از گناهان خودش را دور داشته باشه، این نشان میده که بالای هوای نفس خود پیروز شده یا غالب شده. و صبر در مقابل مریضی هایی که بر ما به وجود می آید باعث محو یا از بین بردن گناهان ما میشه که این حتما فراموش نکنین. و همچنان اگر یک انسان در برابر حرام و گناهان مقاومت بکنه و به خواست شیطان و وسوسه های هوای نفسش بالاخره تسلیم نشوه، اینمی خودش به معنای مقاومت و صبر در برابر گناهان است که خیلی ثواب داره. پس شما هم دیگه مطمئن هستم به صبرانه منتظری کارخانگی هستین. من براتون گفتم صبر داشته باشین. خیلی خوب است در موارد خیر عجله داشته باشین. برای گرفتن کارخانگی، برای درس خواندن، برای رسیدن به اهداف باید عجله داشته باشین. پس نوشته بکنین دو سوال به من حیث کارخانگیتان. سوال اول: صبر در برابر مریضی چی فایده دارد؟ سوال دوم: چند مثال درباره صبر کردن در برابر گناهان ارائه نمایید و بالاخره این سوالات را هم حل بکنین
انشالله که از صابران واقعی باشین. خدا شما را حفظ بکنه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.